مخلصان قوای اساسی حرکت کننده در فوتبال کسبی به حساب می روند. در دسته رهبران، بازیگران و سرمربیان عوض می شوند، اما مخلص دوستدار تیمش باقی می ماند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای دستگیری مخلصان در بازی منتخب‌های تاجیکستان و قرقیزستان اظهار سپاس می نماید. اگر فوتبال را پدر حساب کنیم، مخلص این فرزند پدر می باشد. و این است که آنها به یکدیگر کامل نیستند. به حضور مخلصان بدون دستگیری آنها بازی جذابیت خیش را گم کرده، فوتبال بازان نیز روحیه مظفریت خیش را از دست می دهند. از این رو فدراسیون فوتبال تاجیکستان می‌کوشد که در هر یک واخوری تعداد تماشابینان را در ورزشگاه هرچی بیشتر کند و برای این چاره‌های ضروری نیز عملی می‌نماید. از جمله اکسیه‌های ورزشی، رکلام و نوارهای تبلیغاتی که قبل از رقابت منتخب‌های تاجیکستان و قرقیزستان که در دایره مرحله دوم بازی‌های انتخابی چمپیونات جهان 2022 در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه صورت گرفت، ثمره خود را داد. اکسیه‌ها طول چند روز در کوچه باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت راه اندازی شد که مقصد آنها این دستگیری منتخب فوتبال کشور و جلب آنها به فوتبال به شمار می‌رود. همچنین در زمینه فدراسیون فوتبال تاجیکستان گروهی دوستداران فوتبال عمل می‌کند که سهم آنها در جمع‌آوری تماشابینان و تشکیل نمودن هر گونه برنامه‌ها برای دستگیری فوتبال بازان بی‌اندازه است. در بازی دسته‌های تاجیکستان و قرقیزستان نزدیک 18,000 نفر جمع آمده بودند که طی چند سال اخیر چنین عمر و ورزشگاه ندیده بود. ساکنان نه تنها شهر دوشنبه بلکه تمام جمهوری برای دستگیری منتخب کشور به هم آمده بودند. این بود که حضور مخلصان و دستگیری آنها نتیجه داد و تیم ملی تاجیکستان غلبه به دست آورد. اگر مخلص را بازیگر 12 نامند، پس مخلصان فوتبال تاجیک وظیفه خود را به طور عالی اجرا نمودند. به این خاطر فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هیئت منتخب کشور برای چنین بازی مجلا و به یکایک مخلصان برای دستگیری صمیمانه منتداری بیان می‌کند.